توهین آخوند به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. ابلیس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را دوست می‌دارد. هؤلاء الذين لا يقولون بعصمة علي عقلا ونقلا وضرورة ووجوبا، هؤلاء لا سنة ولا شيعة ولا يهود ولا نصارى، هؤلاء عبدة إبليس، بل إبليس أشرف منهم. تقدمت الرواية من أيام أن إبليس قال إنني ادخرت في ساعة المحشر حبي لأمير المؤمنين علي، بل إبليس أشرف منهم. تقدمت الرواية من أيام أن إبليس قال إنني ادخرت في ساعة المحشر حبي لأمير المؤمنين علي. بینندگان گرامی، مشاهده نمودید که این آخوند نادان میخواهد فضیلتی برای علی رضی الله عنه ثابت کند، لذا به دروغ روایتی نقل میکند که شیطان علیه اللعنه امام علی رضی الله عنه را دوست دارد و این دوستی خود را برای روز محشر نگه داشته است. راست گفتند که دشمن دانا که غم جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. قرآن کریم دستور می دهد شیطان را دشمن بگیرید، زیرا پیروان خود را به سوی جهنم فرا می خواند. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بیگمان شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بگیرید. جز این نیست که او پیروان خود را فرا می‌خواند تا از دوزخیان باشند. آیا ممکن است از دشمنی انتظار دوستی داشت؟ چنان که می‌دانید انسان در مسیر هدایت با دشمنان درونی و بیرونی بسیاری مواجه است که به صورتهای گوناگون به دشمنی می‌پردازند. مادر همه این دشمنان ابلیس قسم خورده است. او کانون همه شرارت‌ها و منشأ تمامی لغزش‌هاست. وی دشمنی است که دائما عقیده و عمل انسان را تهدید می‌کند و حتی در حال عبادت نیز از وسوسه دست بر نمی‌دارد. پس چگونه با امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه دوستی می‌ورزد؟ آیا وظیفه انسان مبارزه با ابلیس نیست؟ آیا ابلیس دشمنی نیست که هیچگاه دوست مسلمان نمی‌شود؟ آیا دوستی ابلیس تنها با دوستان و اولیای خودش نیست؟ الله متعال می‌فرماید: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. و از آنچه نام الله بر آن برده نشده است نخورید، همانا آن گناه است. و بیگمان شیاطین به دوستان خود القا می کنند تا با شما به مجادله بپردازند و اگر از آنان اطاعت کنید همانا شما مشرک خواهید بود. آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه برود، مانند کسی است که در تاریکی گرفتار آمده و نمیتواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه برای کافران آنچه میکردند
آراسته شده است. بل إبليس أشرف منهم. تقدمت الرواية من أيام أن إبليس قال إنني ادخرت في ساعة المحشر حبي لأمير المؤمنين علي.